دوستای عزیز، امید که جور صحتمند و سلامت باشین. دوستای عزیز، امروز پنجشنبه دوم آپریل در جاغری ولایت غزنی بارندگی به شدت ادامه دارد و این بارندگی باعث جاری شدن سیلاب از بعضی جایهای این منطقه شده است و این بارندگی تا 2 الی 3 روز آینده ادامه خواهد داشت. و دوستای عزیز، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما را لایک کنید و نظریاتتان را از طریق کامنت همراه ما شریک کنید. و دوستای عزیز، این بارندگی به سابقه در جاغوری ادامه دارد. دوستای عزیز، این بارندگی باعث سرسبز شدن کوه‌ها و دشت‌ها و درختان می‌گردد و این بارندگی باعث شده که چشمه‌هایی که در بین این منطقه که خشک شده بود فعلا آبش جاری شده و امی بعضی از چشمه‌ها که خشک شده بود آبش دوباره شروع به آمدن مونه و از دو چشمه آب ما فعلا میگیریم. و دوستای عزیز، بسیار در این فصل بهار در جاغوری زیبا، آب و هوای خوب و تازه و دشت و کوه‌هایش سرسبز شده. دوستای عزیز، بعضی از روزها هم در برف هم مباره. دوستای عزیز، این بارندگی بلده 10 الی 15 دقیقه هر روز وقفه میگیره و این وقفه که گرفت ما از این فرصت استفاده نیم چکنیم که از دیوارهای مشقق نکنه به اصطلاح هزارگی. و دوستای عزیز، بسیار طبیعت زیبا معلوم میشه و طبیعت زیبا هم است، مخصوصا در جاغوری. و دوستای عزیز، این مو جایی است که سیلاب‌ها که جاری میشد در اینجا جمع میشد و دوستای عزیز، ما متاسفانه در وقتی که بارندگی شدید بود ما نتونستیم که بریم ویدیوی از بارندگی تازه تهیه کنیم. ما چند دقیقه بعد از او رفتیم ویدیو برای شما تهیه کردیم. و دوستای عزیز، چینل یوتیوب ما را لطفاً سابسکرایب کنید، ما به حمایت شما نیازمندیم. و این مو سیلابایی بود که جاری میشد از 4 دور منطقه. این هم بود ویدیوی امروز ما. تا ویدیوی بعد شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خدا نگهدار.